2, son 2, 3, 4. Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. جدایی چیزی نیست که به راحتی بشه از روش رد شد. وقتی چشاتو باز کردی اون به عنوان اولین نفر یادت میفته. از خوابات با فکر کردن به اون بیدار میشی. شبا دشمنت میشن. حس میکنی کوچیکی، هیچ جایی جا نمیشی. دوست داری بری زیر زمین و گم شی. هزار بار یاد شادترین روزاتون میافتین و گریه میکنین، ولی گریه کردن دیگه فایده ای نداره. به سختی میفهمی. انسان دوست داره حرصش رو سر کل دنیا خالی کنه. بیشتر از همه هم از خودش عصبی میشه. خودش رو مجازات میکنه. آره، اون فقط خودش رو مجازات میکنه. هزار بار فکر میکنی که من کجا اشتباه کردم، ولی پیدا نمیکنی. آدم هر چقدر دنبال جواب میگرده بیشتر ازش دور میشه. جدایی خیلی سخته. دارو نداره ولی زمان حلش میکنه. دردش خوب میشه ولی ترسش میمونه. ببینین، من بدهیمو منظم پرداخت میکنم. ازتون فقط یکم فرصت میخوام. آقای راز، پولها پرداخت شده. بدهیتون پاس شده. کارخونه هم دیگه ضامن نیست. چی؟ خوبه، اما من پرداخت نکردم. ممکنه سیستمتون اشتباه نشون بده. نه، اینجا نشون میده 2 روز قبل تمام بدهیتون پاس شده. به جز من کی میتونه همچین کاری کنه؟ متاسفانه نمیتونم در این مورد چیزی بگم. باشه، روز بخیر.
صبح بخیر. صبح بخیر. داشتم با بانک حرف می زدم. حتما اشتباهی پیش اومده. یکم دیگه میام هتل. منم برم، کار دارم. حالت خوبه؟ آره خوبم. پس مادر بزرگ، تو بدهی و پاس کردی؟ دیگه به هم صبح خیرم نمیگی؟ ازت یه سوال پرسیدم جواب بده. تو پرداخت کردی؟ آره من پاس کردم. تو انقدر پول نداری، از کجا پیدا کردی؟ از مادرت گرفتم. چی؟ تو چطور همچین کاری کردی؟ دیگه بدهی نداری، به کسی محتاج نیستی، مجبور نیستی با کسی برای چیزی رابطه داشته باشی. اونجوری هم نگام نکن. اگه الان نبود بازم همون کارو میکردم. مطمئن باش همین کارو میکردم. لازم نیست کاری کنی. من و حاضران از همدیگه جدا شدیم، موفق شدیم، تبریک میگم. اما الان میدونی چی شد؟ تو منو از دست دادی. من دیگه تو این خونه نمیمونم. تو هم که سالمی، خدا بهت عمر طولانی بده. اما من دیگه نمیتونم با تو بمونم. در ضمن اون بدهیم خودم پرداختش میکنم، حد اکثر تا 1-2 روز. بهش بگو دیگه تو زندگیم دخالت نکنه. نه اون برای من وجود داره نه من برای اون. اینو تو گوشش فرو کنه. راستی میخواستم بهت بگم. بیرجیک چرا این کارو کردی؟ مگه با هم حرف نزدیم که از هرس کار اشتباهی نکنی؟ آره خب چون دوستای پایرازن زود ازشون دفاع کن باشه. بیرجیک چه ربطی داره؟ تو همچین آدمی نبودی. نمیفهمم چرا اینطوری رفتار میکنی. نمیفهمی چون نبودی، نمیدونی چی به سرم اومده، از هیچ چیزی خبر نداری. مگه تو میدونی چی به سر من اومده؟ میدونستی؟ باشه حاضران، بهتره کشش ندیم لطفا. بیرجیک ببین، کافه ملیسا رو برگردون بهش. حق با توه، نذار دیگه حق با اونا باشه لطفاً. من خودم میدونم باید چی کار کنم، تو نگران نباش. بیرجیک بس کن دیگه، من همچین آدمی شدم. اگه میخوای قبولم کن، اگرم نمیخوای میتونی بری. بیرجیک تو آلپر رو دوست نداری، هیچ وقتم دوستش نداشتی. من از این مطمئنم. تو از روی هرس رفتار میکنی، خودتو به خشمت میبازی. این فقط غروره. همین شکست عشقی نیست. اینطوری نکن. تو علیرغم همه چی هنوزم دوست منی. منم هر چی باشه خیلی دوستت دارم. اینجوری رفتار نکن، خیلی ناراحت میشم. به اندازه کافی به حرفات گوش دادم. بله. سلام، شما حاضران صدفلی هستین؟ بله خودم هستم. سلام، من از شعبه ترکیه توکیو بیلیس زنگ زدم. صدف هستم، حالتون چطوره؟ توکیو بیلیس؟ همون که آژانس توریستیه؟ آره؟ بله میخواستم درباره کار با شما صحبت کنم، ولی نمیدونم الان شما با جایی قرارداد دارین یا نه. کار میکنین الان؟ نه کار نمیکنم. البته کار میکنم ولی هتل داری میکنم. اون کار قبلی نیست دیگه.
ببخشید کسی منو به شما پیشنهاد داده؟ نه، ما یه مدتی از طریق همکارای قبلیتون پیگیرتونیم. حالا که یه جایی رو جدید باز کردیم خواستیم ببینیم اگر دوست دارین با ما کار کنیم. این کار مربوط به شرکت توکیومون میشه. چون میدونیم علاقه دارین گفتیم شاید قبول کنیم. یعنی چی؟ یعنی اگه قبول کنم میرم توکیو، درسته؟ بله دقیقاً. اگه تو شرایط به توافق برسیم در اسرع وقت تو 1-2 روز میتونید برید توکیو. میشه چند ساعت دیگه بهتون زنگ بزنم یا شما به من زنگ بزنید؟ الان نمیدونم چی بگم، باید یکم فکر کنم. میشه؟ بله البته هیچ مشکلی نیست. عصر دوباره مزاحمتون میشم. به امید دیدار. به امید دیدار. کباب مرغ پنیری باشه 15 میدم. کباب مرغ دوغ هم میخوای؟ دوغ 2 لیره. وای چیه؟ عرق و اشک و خون، چیزایی که میبینم ضربه روحی. کی طوری شده؟ بس دیگه. وای این چیزایی که میبینم نشونه مرگه. چیزایی که میبینم حقیقت داره. خدایا ای خدا حقیقته. گورکم تو باز داری داستان شکسپیر رو اجرا میکنی ها؟ گورکم آدم سر صبح اینجوری داد میزنه فکر کردم کسی طوری شده. ای بابا قلبم ریخ. این چیه؟ ببینم چشه؟ کنار چشم. گوشه چشه؟ گوشه چشم نه، چروک. چی؟ چروکه دیگه. باید برام قبر بکنی. قبر باید بکنی. گورکم اینا که همیشه بودن. چروک دوره چش و پیشونی همیشه بوده. باید بری پیش چشم پزشک دیگه، نباید بری. یعنی به پیری بگی پیری دست نگردن. گورکم گورکم چی کار میکنی؟ گورکم ولی من که حرفی نزدم که. ای بابا چند سالته؟ مگه چند سالمه؟ مگه من چند سالمه ها؟ بگو. 40 مثلا. خوبه نگو ناراحت میشم. بهم بر میخوره. دیوونه. یعنی چه کار میکنیم؟ هرکی که سازمان درباره زلزله میگه رو انجام بدیم؟ اینا رو به تمامی صاحبخونه ها بدین. باشه قطع کن دیگه. من یکم دیگه میام اونجا. خیلی خوب. عشقم تماس کاریه گیر دادی. قطع کن دیگه. ای بابا قطع نمیشه کرد که. نذاشتن ما هم یه صبونه بخوریم. تحویل بگیر. بله دخترم. مامان تو چی کار میکنی ها؟ مگه چی کار کردم؟ متوجه نمیشه. تو گفتی از توکیو بهم زنگ بزنن. توکیو؟ از توکیو میخوان درباره یه کار با من صحبت کنن. جدی میگی؟ آره. نه آخه من به کسی زنگ نزدم، ولی اگه دستم برمیامد حتما این کارو میکردم. چه جوابی دادی؟ قبول میکنی اگه نه؟ مامان معلومه که نه. من از پویراز جدا شدم اما از این جزیره جدا نمیشم. از لج تو هم که شده تا آخر عمرم اینجا میمونم. از پویراز جدا شدی؟ واقعا؟ بله. خوشحال باش. بای بای. چی شده؟ باز چرا حرفتون شد؟ امروز خیلی روز خوبیه لطیف. روز عالیه. عالیه. فکرشو بکن با آرامش نفس بکشی. خیلی دلم تنگ شده بود. وایسا ببوسمت. عجیبه. چی شده؟ خیر باشه. این بار واقعیه. حاضران و پویراز جدا شدن. واقعا ناراحت شدم. لطیف یعنی چی ناراحت شدم؟ ای بابا بچه هم دیگر رو دوست دارن. چقدر عجیب غریبی تو.
یهو میای تو اتاقم، شاید دارم لباس میپوشم. به تو چه؟ احمق. پویرازا حاضران جدا شدن. به تو چه؟ به من چه؟ اصلا به تو چه ربطی داره؟ فکر میکنی پویراز فوق‌العاده‌ای که دوستش داری میاد سمت تو؟ اصلا براش مهم نیستی. اینقدر احمقانه فکر نکن. یا هم فکر کن اصلا به من چه؟ هر کاری میخوای بکن. بچه‌ای؟ چرا اینجوری میکنی؟ آره بچم. لباست چی شده؟ شنبازی کردی؟ پوشکم میخوای لابد؟ چی شد الان خواهرم شدی؟ خیر باشه. با تو چه سر صبحی بلند شدی اومدی چرت و پرت میگی؟ برو از اتاقم بیرون. فکر میکنی پویراز چی داره؟ نفهمیدم. فکر میکنم سوالم خیلی واضح بود ولی میتونم برات تکرارش کنم. اون مرتیکه که خودپسند چی داره؟ خیلی چیزا داره که تو نمیفهمی. تو موخت کوچیکه نمیکشه این چیزا رو. ببینم اینو تو داری میگی؟ تا حالا توی آینه خودتو نگاه کردی؟ آدم ها چقدر عجیب شدن. چرا باید تو آینه به خودم نگاه کنم؟ اگه تو امروز با دقت توی آینه به خودت نگاه میکردی میدیدی کسی هستی که پول پدرشو خورده و توی زندگی موفقیتی نداشته، دوستی نداری، با کسی نمیتونی که رابطه درستی برقرار کنی، همش خیالات غیر ممکن و احمقانه میبافی. سالهاست به این مرتی که گیر دادی، پرنسس خودخواه و منفعت طلب و لوس و بازنده هستی. در ضمن خوشگلم نیستی. دیشب خیلی تاریک بود، توی تاریکی زیبایی. وقتی کسی نمیبینه اون وقت زیباترین دختر جزیره‌ای. ولی بیچاره‌ای. داداش لطفا بگو حقیقت نداره. بگو ببینم زنگ زدی یا نه؟ زنگ نزدم، زنگ نمیزنم. صادق میگم اگه هنوزم خریدار هستن میفروشم، زنگ بزن. داداش کارخونه روغن زیتون برای هممون جای خاصی بوده، مخصوصا برای تو. داخلش هم با خاطرات خوش پر شده، یعنی همه خاطرات خوش داریم دیگه. هر چیز قشنگی پایانی داره صادق. داستان کارخونه روغن زیتونم تا اینجا بوده. زودتر تماس بگیر به منم خبرشو بده، من میفروشم. تمام. الو داداش فهمی؟ صادقم میفهمی؟ خب خوبه خدا رو شکر. ما کارخونه زیتون داشتیم دیگه، زامن اون وامه نیست. میدونی چیزه داداش پویراز میخواد به پولی که شما بهش پیشنهاد دادین میخواد بفروشتش. آره با اجازه. مهیر میگه بریم مغازه جمالی ولی خالت میگه اونجا خیلی شلوغه. چی کار کنیم ها؟ مامان من نمیتونم که از قرار اول تو رو بفرستم جای خلوت. نمیتونم. نه دخترم اگه دلت نمیخواد ما دوتایی زندگی خیلی خوبی داریم، نیاز نیستش عوضش بکنیم ها، درسته؟ نه نیازه. تو خوبی دخترم
عجیب غریب حرف میزنی، متوجه منظورت نمیشم. چی میگه؟ در ضمن از جدایی آبجی حزیران و داداش پایراز مثل خالم خوشحال نشدم. موضوع چه ربطی به این داره؟ این چه فازیه؟ چه میدونم، منم متوجه نشدم. دختره داره عجیب غریب حرف میزنه. عجب دختر دیوونه. ماشاءالله تو هم سر کیفی زینب خانم ها. آره خب چیه مگه؟ قراره یه روز بهتری داشته باشیم، صبر کن. آها ببین باز داری یه کارایی میکنی ولی صبر کن دستت رو میشه. چه ربطی داره؟ باشه پسرم، خوردم خیلی خوب. باشه عزیزم. به سلامت. مرسی عزیزم. ببینم توی این جزیره به من گفتن پیر. توی این جزیره به من گفتن پیر. تو بگو یالا بگو زود باش. من پیرم آره؟ اما راستشو بگی. گورکم جون سن بستگی به خود آدم داره خب که چجوری رفتار کنه. ساکت شو، یک کلمه دیگه حرف نزن چون باور نمی کنم. گورکم خوش اومدی. خوش باشی عزیزم. ببین اینا چطوری هن؟ خوبن؟ ببینم. برای پیراز، برای سن پایینه، اینا قشنگ نیستن؟ یکم باید خودتو بروز کنی. این چی آخه نکن این کارو با خودت. یکم جدید شو، بروز شو، آپدیت شو. برای مثال این روزا کراپ تاپ خیلی موده، برای تو هم خوبه. کراپ تاپ هموناست که این نافشون بازه. درست میگم گورکم؟ آخه من چند سالمه، چطوری اینا رو بپوشم؟ آره سن و سالت بالاست ولی هنوز لباس بیمار میپوشی. ما باید برگردیم به جوونی دخترا. من برمیگردم به جوونی. لباسی که میپوشی و میفرستم برات. عزیزان زندگی کوتاهه، لذت ببرید، عشق کنید. چاو. ای خدا. من لباس شبی که گورکم میفرسته رو میپوشم. یعنی چی بگم؟ واسه امشب چطوره؟ نظرتو بگو. بدک نیست. آره خب. خیلی بده. آره خب نمیشه. هرچی بپوشم بهم نمیاد. چجوری برم پیش زنه؟ با این وضعیت نمیشه آخه. ببین چون دعوتتو قبول کرده پس حتما از تو خوشش میاد دیگه. دست باچه نشده داشت فاته. جونمون راست میگی. باشه پس من یه پیرن گلمنگولی دارم که اونو با این شلوارم امتحان میکنم. پارچه گلگلی خیلی بهم میاد جونتو. داداش فاته ماهیا چرا اینجوری میکنن؟ چطوری؟
خب انگار یکیشون از اون یکی خوشش میاد ولی اون اصلا بهش رو نمیده. حتی پشت سرش هم نگاه نمیکنه. رفتارشون عجیبه. به نظر میاد عاشقشه ولی اون از یکی دیگه خوشش میاد. شاید اونم عاشق اون یکیه. خدا رحم کنه. تا الان نتونسته بهش بگه. اون یکی همیشه ناراحت شده که چرا دوستم نداره. آخه ماهی سومی هم هست. اون هیچ گناهی نداره. این دوتا ماهی اونم ناراحت کردن. اونا رو ولشون کن، با همشون رد دادن. فهمیدم. چطوره؟ خیلی قشنگه. خوشبخت میشید داداش فاتح. خسته نباشی. ممنونم، خوش اومدی. راستی شنیدم حقیقت نداره که ها؟ این بار دیگه درسته. واقعا؟ به نظر من آشتی میکنی نه؟ بگذاریم براک. خبری شده؟ چی کار میکنی؟ دیشبونه که یوگا انجام میدادن اومدن صبحونه خوردن، الان هم کارشون رو شروع میکنن. خوبه. لپتاپ اینجاست. آره بفرم. اگه چیزی شد منم باشه. اینجا. ببینم درسته قراره پویراز کارخونه رو بفروشه؟ پویرازو میگی؟ آره. کارخونه رو بفروشه؟ آخ ببخشید، تو خبر نداشتی؟ اونجا براش خیلی با ارزش بود. به خاطر اینکه اونجا رو از دست نده راضی شد اینجا کار کنه. پس دیگه برای اینکه اینجا کار نکنه حتی کارخونه‌ش هم براش مهم نیست. برای اینکه کنار من نباشه. سلام، خوبی؟ خانم حالتون چطوره؟ به پیشنهاد من فکر کردین؟ خوبم، ممنونم. بله فکر کردم. نظرم به پیشنهادتون مثبته. درباره جزئیات هم حرف بزنیم. بله البته حتما، خیلی خوشحال شدم. ببینین کار ما خیلی خوب. تا چند روز دیگه بهتون خبر میدم. بسیار خوب حاضرا خانم. به امید دیدار. به امید دیدار. روزتون بخیر. داری کارخونه رو میفروشی؟ آره. خیر باشه. ممنون. به منم پیشنهاد کاری شده. میرم توکیو. که اینطور؟ خیلی خوشحال شدم. منم همینطور. الو، یه لحظه. بله صدف. سلام پویراز، حالت چطوره؟ کیه این صدف؟ سلام، من از شعبه ترکیه توکیو بیلیس زنگ زدم. صدف هستم، حالتون چطوره؟ نکنه. پویراز چطوری پسرم؟ آخ دلم برات تنگ شده سونا بود. جون خوش اومدین، چطوری؟ ممنونم عزیزم. اینجا خیلی جای خوبیه. کار خوبی کردی. این کار واقعا برام مناسب بود عزیزم. ممنون استاد. تا جایی که از دستم برمی اومد انجام دادم. این دختره کیه؟ شریکمه. شریک زندگی؟ نه، شریک عادی. چه خوشگله. آشنامون کن. البته.
حاضران، استاد سونا دبیر ادبیاتم توی دبیرستان بودن. بعد از اون همیشه با هم در ارتباط بودیم. سلام، خوشبختم. منم خوشبختم. من همسرم از دست دادم. پایرازم سوم دبیرستان بود، مگه نه؟ بعدش من مجبور شدم از این جزیره برم. یکم گم شدم، دنبال خودم گشتم. تو اون مدت پایرازم اصلا تنهام نذاشت. همیشه جویه حالم شد، پیگیر کارام بود. استاد وقتایی که عصبی بودم به تو هم گفته بودم دستشون درد نکنه. اون زمان کمکم کرد که آدم آرومتری شدم. پایراز علاوه بر این که از لحاظ معنوی پسرمه. استاد اینقدر استاد نکن. بذار همه بفهمن چقدر آدم خوبی هستی. حتی برای منم پول فرستاد جای شوهرم. میبینی؟ زندگی دیگه از کجا به کجا. بعدش منم آرامشم رو پیدا کردم، خودم رو پیدا کردم، سفر کردم. بعدشم استاد یوگا و مدیتیشن شدم. الانم اینجام. حاضران، از آشنایی باهات خیلی خوشحالم. منم همینطور. چند وقته با هم دوستیم؟ نه، ما با هم رابطه نداریم استاد. همه دروغای کوچیک میتونم بگن، اما میدونی چی نمیتونه دروغ بگه؟ چشما. یالا به من ملحق شین، بریم با هم مدیتیشن کنیم، حالتون خوب میشه. نه استاد، میدونی که من سر در نمیارم. مگه میشه؟ یالا بیاین، اضطرابتون رفع میشه. به من اعتماد کنین، لطفا راحت باشین، برای خودتون انقدر دیوار نسازین. یهو میبینین این همه دیوار آوار شده رو سرتون. یالا بریم. یالا. نه من کار دارم. یالا بیاین. کاری نداری؟ بیا بیا بیا. دست چپمون رو میذاریم روی قفسه سینمون، دست راستمون هم روی شکممون. دست چپمون روی قفسه سینمون، دست راستمون هم روی شکممون. چشماتون رو ببندین. الان تا 4 ثانیه نفس عمیق بکشین و با دهنتون بازدم انجام بدین. دوباره ششاتون رو پر کنید و مشکلاتمون و خشممون رو در هر نفس از بدنمون تخلیه میکنیم. سر و صدا میشنوم بچه‌ها، لطفاً حرکت نکنین. خب بازم نفس عمیق، ششاتون رو خالی کنین. مشکلاتی که فکرمون رو مشغول کرده رو در هر نفس از مغزمون بیرون میندازیم. استاد بعضیا چششون بازه. حاضران جان لطفاً با گروه همکاری کن باشه. ببخشید استاد. نفس عمیق. الان نفسی که دیافراگمو پر کرده رو آروم از بدنتون خارج کنین. چی کار میکنی؟ رمز اینترنت رو عوض میکنم. 769 429. این چه رمزیه؟ چه میدونم، این به فکرم رسید. اولین اعداد بی مفهومی که به فکرت رسید این بود؟ بی مفهوم نیست. 3 تا اعداد اول حرف اول اسممونه. پوی هاست؟ پوی هاست. با حاضران حرف زدیم، انگار پیشنهادو قبول میکنه. بهت خبر میدم. ممنونم صدف جون، خوبی خیلی بزرگی در حقم کردی. خیلی ممنونم.
برای آخرین بار نفس عمیق میکشیم و چشمامونو باز میکنیم. از خودمون تشکر میکنیم. میتونین برین دوستان. پویراز بهم قول بده دیگه به خونم نیای باشه. قول بده حالمو نپرس، توی چشام نگاه نکن باشه. منو دوست نداشته باش چون که منم دوستت ندارم. بزرگترین آرزوی حاضران رفتن به توکیوه. آلپرم گفت یه کار اونجا انجام میدی، برای همین خواستم که تماس بگیر. کار خوبی کردی. آلپر رو دوست دارم، حاضرانم که میشناسم، رزومشون رو برام فرستاده بودن. یه مدت همچین موضوعی بود، قرار بود بیاد توکیو، نمیدونم چرا نشد. برای اون جایگاه هم هنوز کسی رو استخدام نکردیم، باهاش یه قرار میذارم. خوشحال شدم صدف، خیلی خوب میشه، واقعا ممنونم. تو هم اومدی پیش استاد سونا؟ چطوری؟ معمولی. بیرجیک اومد پیش من. گفت که میخواد با هم آشتی کنه. چیه؟ خب چی گفتی؟ چی شد؟ آشتی کردین حل شد؟ نه مثل این که نمیشه. نتونستم، انگار نمیتونم. چرا آلپر؟ چرا اینقدر سختش میکنی؟ نمیفهمم. حاضران چشه؟ جدا شدن. چی؟ حاضران صبر کن. کارخونه رو میفروشه، کارم برام جور شده، رسما سعی داره از دستم خلاص شه. از اول راضی بوده، اینقدر آسونه براش، اینقدر آسونه. جدا شدیم؟ برای همین توکیو رو پرسیدی؟ به خاطر حاضران شماره صدف رو میخواستی؟ شب چی کاره یالپر؟ کاری ندارم. پس شب با هم دیگه باشیم. پویراز همه چی رو به راهه؟ هیچی رو به راه نیست. باشه حرف بزنیم چون که منم دلم پره. فهمیدم. کل پولتو دادی این ماشین رو خریدی؟ کل پولمو نه پسرم، بیشتر از کل پولم. وام برداشتم. وام برداشتی؟ تازه فهمیدم. یعنی برای جوان شدن این ماشین رو خریدی؟ عزیزم من ذاتاً جوونم. اوه یه دانستم. یعنی فهمیدم. چیو فهمیدی صادق ها؟ هلو موتور صداشو میشنوی صادق؟ گرگم جان من که فقط نه کل جزیره داره میشنوه. ایول صادق به تمام آدمای جزیره، خاله ها، عموها، آقایون و زنا، بچه ها بگو برن خونه، چون خیابونای جزیره امنیت نداره دیگه. بای بای. فهمیدم. بیرجیک همچین آدمی نبود، خیلی اشتباه رفتار میکنه، من از خودش دور میکنه. نه به نظرم حق داره، حتی کمم کرده. زندگی دختره رو نابود کردم. من کردم.
از تو هم معذرت میخوام هازیران، صمیمی‌ترین دوستتو ناراحت کردم. اون روزی که تو کافه با هم حرف زدیم، اون روز اگه بهت روحیه نمیدادم آلپر رو نمیبوسیدی. چرن نگو، تو نمیدونستی منظور من آلپره، که برای همین تقصیر تو نیست. اوف، من دارم چی میگم، تو هم خودت مشکل داری آخه. مگه میشه؟ باید حرف بزنیم. ما تو این جزیره همه با همیم. در ضمن همه اشتباه میکنن. یالا. این دیگه چیه؟ باورم نمیشه. بعد از این همه اتفاق بیخونه شدم. واقعا باورم نمیشه. خوشحال باشین، همه چی طبق میلتون پیش میره. دیگه همسایه هم نیستیم، هیچی نیستیم. رویاهاتون به واقعیت تبدیل شد. از این به بعد همه به راه خودشون برن. دقیقاً همینطوره. اتفاقی که باید میافتاد افتاد. دیرم شد. موفقیتی نداشته، دوستی نداری، با کسی رابطه درستی نمیتونی برقرار کنی، همش خیالات غیر ممکن و احمقانه میبافی. سالهاست به این مرتی که گیر دادی، پرنسس خودخواه و منفعت طلب و لوس و بازنده‌ای هستی. فقط تو رو کم داشتم، تو هم بیا حرف بارم کن. میشه یکم بشینم؟ چه خوب، کافه داری، کار داری، یه عالم دوست داری. چی بگم؟ وضعیت کارمو که میبینی خیلی خوب نیست. دوستامم که تقریبا نیستن. بی خیال بگذری. چیزی میخوری؟ ممنون. آره اگه میشه. بیریجک چیزه بشقابا پایینه. تو اون لیوان قهوه میریزی؟ آره خب دارم امتحان میکنم، چه اشکالی داره؟ اگه فکر میکنی دست با چلفتی هم میتونی بری. نه من کیم که بخوام به تو بگم دست و پا چلفتی؟ دست و پا چلفتی منم. ببین اگه من از پس این کار برنیام خیلی ناراحت میشم. آخه من از ملیسا چی کم دارم؟ اگه اون میتونه خب منم میتونم. یعنی نمیتونم؟ خب میتونی، البته که میتونی. ببخشید میشه یه قهوه ترک برام بیاری؟ بیرجک یالا. داریم؟ آره بله داریم. میتونی کمکم کنی؟ معلومه، البته. پاشو کمکت کنم. راستشو بخوای همه چی خیلی آسونه. الان همه رو بهت نشون میدم. من میگم جدا نشیم، جدا بشیم. حرف زدیم با هم، تصمیم گرفتیم، اما این خیلی فرق داره. یکم هم ناراحت نیست. رسما خیلی سرد شده، مثل سابق شده که با اون قهر بود. منتظر بوده جدا بشیم. داره منو از جزیره بیرون میکنه. آدم یکم هم ناراحت نمیشه؟ خب میخوای بری؟ کار توکیو رو چی کار میکنی؟
نمیدونم الان فقط میخوام تا صبح برقصم، داد بزنم، بگردم، بخورم، راه برم. اصلا نمیدونم یه خشمی توی دلم هست که نمیدونم. اینو واقعا درک میکنم. آره یه دیوونه میخوام که کمک کنه دیوونه بشم. یه دیوونه نیاز دارم. منتظر کسی بودی؟ نه. گورکم چه خبره؟ چی شده؟ این ماشین مال توئه؟ مال من نیست عزیزم، مال ماست. الان تعجب کردین ولی کاملا عادیه. 2 دقیقه وقت دارین آماده بشین. بعدش این ماشین میره تو جزیره، کف جزیره، عشق و صفا. من که پایه هستم. خیلی خوش میگذره. اولین باره که از دیدنت انقدر خوشحال شدم گورکم. آفرین. ناراحت نمیشم. ممکن بود از این شوخی ناراحت شم، ولی انقدر سر حالم که انقدر وقت ندارم که الان عصبانی شم. 3 ثانیه از زندگیمو تلف دادید. زود باشید، 2 دقیقه مونده. زود باشید دیگه، آماده شید، زود باشید. منتظر باش بریم. الان قبلش باید به هتلم سر بزنیم. باشه سر میزنیم بیبی. این ماشین کل جزیره رو میکرده. یالا میریم که بهتره کنیم. جفشیش میبینم که باختی. تا حالا به مریخ رفتی؟ بفرما. میگن اونجا اکسیژن خیلی کمه، مواظب باشه؟ خیلی مواظب باش. به فضاییم سلام برسون. میبوسمت. خبر کردی اومدم. امیدوارم مهم باشه. این چه وضعیه پسر؟ مستقیم میری سر اصل مطلب؟ اول آدم یه سلامی میده ها؟ نباید با هم دوستی کنی؟ تخت نردو نمیشه تنها بازی کرد. حالی اینجام که بلد نیستم. بشی. بعد زود برگردم هتل. بودو بگو. هتل. چقدر هتل میکنی ای بابا؟ میگم بشین. هر روز داری میری هتل دیگه. انقدر هتل رفتی شبیه هتل شدی بوراک. دیگه موهات هم شبیه سابق نیست. خوشحالت وای نمیسه. در ضمن اگه هتل نری چی میشه؟ داداش پویراز عصبی میشه؟ نه اگه خبر بدم چرا عصبی بشه؟ نایرم میره، مشکلی پیش نمیاد. این بابت خیالت راحت باشه. چیزی فهمیدم. ولی خب داداش پویرازت هم یه کوچولو عصبیه، درست میگم؟ آره خب. البته گذشتگی آسونی هم نداشته. زندگیش سخت بوده، زندان افتاده، مادر عجیبی داشته. تو خودت حالا مادر داداش پویرازتو دیدی؟ دست پویراز هرز میخوری یا مگه نه؟ به نظر من خیلی هم دیگر رو دوست داریم. من ندیدم ولی یه عده تو جزیره دیدن. خب یه زمانی مادر داداش پویرازت خیلی فقیر بوده. البته من اینطوری شنیدم، درست میگم؟ ولی الان خیلی پول داره. خیالت راحت باشه. آره پول داره. از کجا به کجا رسیده. کار دنیا رو میبینی؟ اونو اشتباهی برداشتی، حواسم هست. حتی این شریک سوم هتل پویراز و آزیران، مادر پویراز، اون نسبت داره با پویراز. آره منم خبر دارم، ولی تو غیبت نکن بوراک. خدا رو شکر که به من گفتی. اگر کسی دیگه این حرفا رو میشنید خیلی بد میشد. یالا بازی تو ادامه بده. ممنونم ایدیل. اگه خودم میخواستم همه اینا رو خرید کنم 1 هفته طول میکشید، باور کن. خواهش میکنم. من با کارهای آشپزخونه خیلی آشنا. میدونم چی رو باید از کجا بخری، واسه همین برام آسونه. من اصلا علاقه ای ندارم. میدونی صبح وقتی که تو اومدی تو کافه با خودم گفتم حتما بازم نقشه ای داره. لابد سعی داری به هم نزدیک بشی، حتما به فکر منفعتتی. ولی ظاهرا اینجوری نبود. خودت بگو اینجوری هست یا نه؟ این لکه با اسم من گره خورده. خیلی متاسفم.
اما واقعا فکر منفعتم نبودم. احساس تنهایی میکردم. تو هم تنها بودی. واسه همین گفتم تنها نمونیم، با هم باشیم. آی عزیزانم سلام. آی 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 ما این کارو کردیم، به خاطر ما اینجوری شد. من هیچ تقصیری ندارم. اگه کافر رو نمی گرفتی شاید. دوستای جدید رو میبینی؟ بیرجیکو ببین. چی کار کنم گورکم؟ به حرفم گوش نمیده. من چی کار کنم؟ الان احتمالاً با تو در میافتن، به خاطر اینکه با من دوست شدی. خب اونم با ملیسا دوست شده. ولی به نظرم یه فرقی هست. ملیسا آدم خوبیه. یعنی تو آدم بدی هستی؟ نمیدونم. ملیسا یالا دیگه عزیزم، کار داریم، دیر میشه ها، باید قبل از غروب بریم. بیا اخموی من. ببین همه برنامه دارن. داره میره ماهیگیری، انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. خب چه کار کنه؟ اینا رو ببین، میرن خوشگذرانی انگار هیچی نشده. متاسفم برات گورکم. من چرا همچین کاری کردم؟ تو رو خدا اینا رو ببین، انگار همه چی نرماله. ما حالمون رو بد نمی کنیم خوشگلا، اهمیت ندیم. صدای آهنگو زیاد کن گورکم. دقیقاً عزیزم. زود باشین، بیاین به کارمون برسیم. گورکم و دیدی؟ نگاش کن تو رو خدا. نمیتونه تو چشام نگاه کنه. آخه اصلا روشم نداره که نگام کنه. بعضی وقتا باید رها کنی. باید ادامه بدی. اینو تو داری به من میگی؟ نه، به خودم میگم. میای یه جایی با من بریم؟ آره؟ آی قیافه هاشونو دیدین؟ مگه میشه نبینم؟ یهو به من زل زدن، دیدین؟ این حال منو خیلی خوب کرد. منم همینطور عزیزم، هیچ حال بدی نمونده برام. الو، بی انرژی نباش دیگه. بیا بالا، بیا آرایشتو دوباره بزن. آره بیا یکم خوب شو، به خودت بیا. این مردا رو فراموش کن، تو رو خدا. باشه حق با توه، درست میگی، حق با توه. البته که حق با منه. امشب خیلی خوش میگذره دخترا، تا صبح میرقصی. میدونی قسمت چیه؟ این دوتا احمق که زندگیتون رو نابود کردن رو فراموش کنین، خیلی راحت. آره فراموش میکنی. پس آرایش میکنم. بزن از اونجا یه چیزی هم به من بده، پیر شدم به خدا. نه دیگه بابا، تو هنوز خیلی جوونی گورکم. اینطوری فکر میکنی؟ یعنی میگی جوونم؟ نه صادق صبح اعصابمو کلی خورد کرد. منم رفتم این ماشینه رو خریدمش. ببین گورکم جون، آدم از دست کسی عصبی میشه ماشین میخره؟ حتما منم یکم احمقم دیگه. خب از دست تو گورکم. محکم بشینید.
منتظر ما بمون جزیره کلانگیت. این اصلا خوب نشده. مگه نه اینکه آدم بخواد به گرگم اعتماد بکنه واقعا اشتباهه. اوی میرم اینو عوضش میکنم. خیلی بده. نه دختر بد نیست، متفاوته. ببین اصلا بندار نمیپوشی ولی خیلی بهت میاد. قدش هم خوبه، همیشه میتونی این قدی بپوشی. خیلی قشنگه، متفاوته ولی اصلا استایل طوری. زشته. شاید هم برای همین خیلی بهت میاد. زینب اومد. من برم لباسم عوض بکنم. اینجوری نمیشه. چرا نگو اومده دیگه. اونقدرم بد نیست، نگران نباش. اونقدرم بد نیستش واقعا که عجب خواهری هستی تو. خوشگلی دیگه، برو درو واکن. بدو. شب شما بخیر. شب بخیر. سلام عرض شد. سلام. سلام به شما. سلام. این چیه؟ غذای گربه دیگه. گفت غذای گربه؟ غذای گربه آورده. غذای گربه آورده. خرجا میخوای تو بری داخل لطفا؟ الان میمیرم. غذای گربه آورده، به خدا مردم. ببین قرار بود وقتی میریم بیرون غذا بخوریم غذای گربه رو بیارم دیگه. بینم اشتباه متوجه شدم. نه اشتباه متوجه نشدیم. ممنونم. طعم مرغ، کیفیتش حرف نره چونه تو. میدین ایتالی. طعم مرغ خیلی خوبه. واسه خاطر اینکه گل دوست داری این پیرهنو پوشیدم. گل دوست داری دیگه مگه نه؟ آره از پیرهن گلگلی خیلی خوشم میاد. منم این لباس رو پوشیدم. اما خیلی خوشم اومد. چشات چقدر خوشگل‌تر کرده. خیلی بهت میاد. خب یعنی تو هرچی که بپوشی بهت میاد. ممنونم. مزاحما از شهر به جزیره اومدن. حس میکنن این رفتارشون نشونه این مردونگیه. بیخیل با ما بریم ها؟ آره بریم. بله ببخشید سب کن در رو ببندم. ببند آبجی راحت باشه. بزن. حتی شریک سوم هتل پویراز آزیران هست. اون مادر پویراز نسبت داره. باشه مامان خیلی خوبه. میبوسمت. به داداش فاتح هم سلام برسون. فعلا خداحافظ. پس همه چیز داره برعکس میشه. من دلایل خودمو دارم. داداش فاتح هم بخشیدم. از این به بعدم صمیمیترین دوستم داداش فاتح. مگه من نبودم؟ اصلا درکت نمی کنم. و مگه برای چند ماه نیومده بودی ها؟ میخواستی که برگردی استانبول. پس چی شد؟ آره خب دیگه گفتم همه چی داره برعکس پیش میره. من داشتم میرفتم. اون وقت داداش پویرازت نذاش که من برم. نه تنها نذاش من برم، تازه بابام هم راهی کرد فرستاد رفت. باور نمی کنم. ببین عجیبه، بعضی وقتا واقعیتو میگم ولی آدما باور نمیکنن. به این میگن سندروم چوپان دروغگو. آره. خب من چطوری میتونم کمکت کنم ها؟ خب تو اینطوری میتونی سفر درونی با سونا کوینجو. میدونی که من درونگرام. بعضی وقتا هم خب فرصتی پیش بیاد با سونا لاس میزنم. چی؟ با استاد سونا؟ نه چیزه، منظورم از لاس زدن معنویه، در بعد انرژی و این چیزا، چاکرا، این مسائل دیگه. من برای ثبت نام تو کلاس یوگا اومدم. امروز کلاس یوگا ندارن که رفتن تو ساحل آتیش روشن کردن. عزیزم فکر کردی که کی اون آتیش رو روشن میکنه؟ خیلی وقت روشنه. نهیر یه دفعه از مقام نزدیکترین دوستم تنزل کردی. اگه میخوای در این مورد تجدید نظر کنم میتونی با هم یه قهوه‌ای بخوریم. نه عزیزم ممنونم. من خیلی کار دارم. شاید بعداً تونستیم باشه. ای شغال کوچولو.
این خیلی سنگینه ولی حرف نداره. همینه عزیزم، همینه مگه نه؟ ها؟ کیف کن. سن 28 سالگی سن خیلی خوبیه، خیلی خوبه. چی 28؟ آره آره بابا، امروز اجازه نمیدم هیچ چیزی حالمو بد کنه. جز شما چیزی اصلا و ابدا برام مهم نیست. دقیقاً همینطوره. پس ادامه میدیم. دقیقاً. اون اگه این کارایی منو میدید، از گفتن پیرمرد به من خجالت میکشید. به خدا خجالت میکشید. فهمیدید یا نه؟ من پیرمرد نیستم. شنیدی چاقالو یا نه؟ من پیرمرد نیستم. من پیرمرد نیستم. من پیر نیستم. منم آدم بدی نیستم. خیلی خوب بود. بودو فراموشت کردم. من میخوام فراموشت کنم. حالم خوبه. حله چیزی نیست. داد زدم، راحت شدم. خوبی؟ خوبم گرگم. صدای آهنگو بده بالا، بدش بالا زیاد کن. ببینیم میتونه منو بفرسته توکیو. اگه میتونه بفرسته دیگه، بفرسته. چمدونمو جمع میکنم، میرم مقابلش، میگم که من میرم توکیو. ببینم اون چی کار میکنه ببینم اون موقع چی کار میکنه. دلش رضا میده. بذارین بهتون بگم چی میشه. هنگ میکنه. خیلی سنگین شده. نه یعنی پویراز دوستمه، درسته، ولی این دفعه حق با دختر است. ما راستشو میگیم. همینطوره. باید راستشو میگم. کاری میکنم که پشیمون بشه و التماسم کنه. التماسم میکنه. میگه بهم نرو حاضیران. کاری میکنم از نقشه کثیفی که برام ریخت پشیمون بشه. پشیمونش میکنم. پویراز پشیمون میشی از این کاری که کردی. پشیمون میشی، میفهمی؟ پشیمون میشی. پشیمونت میکنم. پشیمونش میکنم. به سلامتی. بزن قدش. پشیمونت میکنم. دلتنگش میشی؟ داداش دقیقاً چی شد؟ تعریف کن. چیزی نشد. من فقط خوبی حاضیرانو میخوام. سعی میکنم به قولی که بهش دادم عمل کنم. این که تو این جزیره محدود نشه، بره آزاد باشه. منم یه طوری طاقت میارم. سختیشو تحمل میکنم. مطمئنی؟ رسما داری خودتو شکنجه میدی؟ باید فراموشم کنه آلبر. منو دوست نداشته باشه، ناراحت نشه. سعی میکنم زیاد اطرافش نباشم. طوری رفتار میکنم که انگار واسم مهم نیست. تو چی کار کردی؟ خب بیشتر از این نمیتونستم بریجیکو ناراحت کنم. ملیسام که همیشه تو قلبم بود. همیشه تو قلبم بود؟ به نظرم طوری نگو که انگار قبلم بوده. هنوزم تو قلبته. کی به هم میرسین؟ شما؟ ما؟
رسیدن من و حاضیران دیگه خیلی سخته، حتی میشه گفت غیر ممکنه. ای وای، یه شماره 2 داشتم، یه دونه توالت تو جزیره پیدا نمی کنم. شما چیکار کردین؟ گرکه ما دیدین؟ ها؟ دیدین چیکار کرد؟ از وقتی وارد زندگی من شده زندگیم از این رو به اون رو شده. با خودم نه نمیشه. بزن سلامتی رو حالا شد. خب اوضاع این دریا چی میشه؟ بله بینم میدونستی سمورای آبی برای مقاومت در برابر امواج موقع خواب دسته همدیگر رو میگیرن؟ واقعا نمیدونستم من. اگه یه روز امواج زندگی ما رو آواره کرد شاید دستاتو بگیرم. فدایی داری. ممنونم. وای چیزی نیست. وایسا صبر کن، چیزی نشده، خودم حلش میکنم. الان درستش میکنم جونتون. باشه صبر کن. نه انگار لباسم پاره شد، ولی خب زیاد مهم نیستش. نیاز نیستم چی کاری بکنی، خیلی کوچیکه نکنین کارا رو لطفا. یه لحظه صبر کن، یه لحظه چیزی نشده. بذارید در بیارم. پاره شد. سلما جون خیلی عذر میخوام. خیلی هم مهم نیست، نکنین کارا رو. باشه آره بهتر شد. سلما جون خیلی عذر میخوام. نه عزیزم زیاد مهم نیستش. خب اشکال نداره، بیا سوپمونو بخوریم. بیا بی خیال بذار بخندن همشون. آره به همین طوریه. بس نوش جونت. باشه من فوراً بهتون زنگ میزنم. متشکرم، ممنون. پویراز الیوسگور، حاضیران صدفلی، لیسا پورتر. این چیه؟ این که نمیتونه مادر پویراز باشه. ببینم تو اونجا چی کار میکنی؟ دنبال دردسر. شوخی کردم. رفتم توالت، الانم برمیگردم سر آتیش. زود باش را بیفت، برو سر آتیش. زود باش دیگه. پس بهت نشون میدم که چطوری میرن سر وقت آتیش. خوب تماشا کن و گوش بده. ببین که من دارم الان راه میرم. الان ادامه میدم. الان دیگه بین میز و صندلیام. الانم که دارم از کنار یه گلدون خوشگل رد میشم. الان نزدیک در خروجم. حالا دارم در رو باز میکنم که از اینجا برم بیرون. تو سر به سر من گذاشتی ها؟ شریک سوم هتل که مادر پویراز نیست. تو گمون کردی میتونی در مورد پویراز از زبون من حرف بکشی؟ میدونی که اگه بخوام یکی یکی دندوناتو میکشم و به جاشون موهای خوشگلتو جاش میکنم، فهمیدی؟ هیچ غلطی نمیتونی بکنی، برو گم شو. وای هیچ کاری نمیتونی بکنیم. اما تو عاشق این پویرازین؟ به نظر من زیاد فکرتو درگیر نکن. باشه ولی خوب گوش کن چی میگم. نمیدونی چه بلایی میخوام سر پویراز بیارم. اوف، نمیدونی چه نقشه ای دارم. یه ارتشم بیا نمیتونن اون داداش پویراز تو از اون وضع نجات بدن. برات واقعا متاسفم پسری با موهای طلایی.
ایدل از زرنگ‌ترین دانش آموزان بود. شاگرد اول کلاس بود. پویرازم شاگرد دوم. آی حتما از اون دانش آموزا بودی وقتی از 199 میگرفتی گریه میکردی میگفتی خانم چرا این یه نمره رو ازم کم کردی؟ آی نه اونجوری نبودم. آره دقیقا همینطور بود. یه بار اومد پیشم گفت خانم معلم اون یه نمره رو به خاطر چی کم کردین؟ منم عمدن بهش 99 میدادم. 2 هفته با هم قهر بود. تو نمیتونی با خانم معلمت قهر کنی؟ بچه بودم دیگه خجالتم ندی. آره دیگه بچه بود ولی بچگی زیباست. اون دوران چقدر عاشق پویراز بودی. دانش آموزا گمون میکنن ما نمیفهمیم ولی ما معلم ها همه چی رو میبینیم. الان چی کار میکنی؟ من گمون میکردم بین بچه های کلاس اول تو زودتر از همه ازدواج میکنی. نگو هنوزم عاشق پویرازی. نه ایدیل خیلی عوض شده. فکر نمی کنم دیگه به پویراز فکر کنه. گاهی گمون میکنیم عاشق شدیم ولی این یه دروغی برای پر کردن خلای درونی مونه. میفهمید دیگه نه؟ خب دیگه بعداً حرف میزنیم. سلام. تو اینجا چی کار میکنی؟ دنبال دردسرم. مزاح کردم. به تو چه؟ حرف نزن. ببینم تو بیخبر از من تو هتل چی کار میکنی؟ خیر باشه مادرمی خواهرمی. به تو چه؟ با من درست حرف بزن. طوری با من حرف نزن که انگار برادر کوچکترتم. شما واقعا چقدر کار مقدسی میکنین. این همه آدم رو اینجا جمع کردین. همشون اینجا تخلیه انرژی میکنن. واقعا این چی بین شما؟ چی؟ هیچی. بین من و با تو چی میخواد باشه؟ نمیدونم ولی به نظر من که خیلی به هم میایید. انرژی بینتون از اینجا دیده میشه. میخوای تو همه جمعمون ملحق شی؟ میدونی شما دوتا خیلی میتونید خوشبخت بشین. آخه خیلی شبیه همین. نه بابا بین من و با تو هیچ اتفاقی نمیفته. آره حتما یه سوالاتی ذهنمو درگیر کرده. پویرازو فراموش کن دیگه. به حرفم گوش بده. منم آلپه رو فراموش میکنم. Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Beyaz ol, cezama itiraz. Kalbim uslu durmuyor, verse nerede ikaz. Yani biz seninle karşısında dünyanın bir kör olur bir hayvan. Sonra yazmayınca harflerin nitelik. Yan yatar kelimeler, cümleler devrik. Sar bütün müzik, artık anla. Bensiz olur ama sensiz olmaz asla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce.